ساکن ناحیه ونج فرقت حکومت راست گپ تلویزیون رو تماشا میکنم گازیته ها رو میخونم همه درباره وضعیت خاروق و چند جنایتکار گپ میزنند بسیار شرم میآید پیش راه بی‌سر و سامانی در سوریه و عراق و افغانستان گرفته شد انسانیت فاشیسم جهانی را نیست کرد در چند روز در قزاقستان 20,000 جنایتکار رو معلوم نمودند و پس پنجره زندان بردند امروز وضعیت آنها آرام و قانون حکم فرما است ای مردم 30 سال می شود که جنایتکاری در شهر خاروق از بین نمی رود در برنامه تلویزیون ولایتی با دلیل ها صدا داد که سرکردگان گروه های متشکل جنایتی شهر خاروق بیناهای مقامات های ماموری را غصب کردند آتش زدند ماشین های خدمتی مقامات دولتی را سوزاندند به ترتیبی های عمومی تشکیل کردند با سلاح آتشفشان کارمندان مقامات حفظ حقوق را به قتل رسانیدند گروگان گرفتند تهدید به خطر کردند صدها مراتب تهدید به کشتار صدها مراتب میکنند به نماینده حاکمیت زوروری میکنند خدمتچیان حربی را تهدید و تحقیر میکنند نه یک بار و دو بار ضرر معنوی مال ملکی و جسمانی رسانیدند باز دیگر ما چرا انتظار شویم ما از این کردار جنایتکاران شهر خاروق دیگر جنایت عادی نیست بلکه این یک عمل تروریستی است ما از پروکاتور گنرالی جمهوری تاجیکستان رسما خواهش می‌نماییم که جنایت راهبران و اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی شهر خاروق را همچون عمل تروریستی بهاگذاری نمایند باز بودگی است نسبت آنها بخشیدن و گذشتنها فرزند که گناه کرد اول او را آگاه میکنی سپس نصیحت میکنی بعد که اصلاح نشد معلوم که عاقبتش چی میشود اگر جنایتکاران به مقامات های حفظ حقوق اختیاراً حاضر نشوند پس نسبتشان چاره‌های قطعی قانونی اندیشیده شود